برادر گرامی، سوال شما این بود که گفتین ما دکان دارم، در ما دکانم 1 لک افغانی مال است و حساب زیر زکاتش 2,500 بدم. برادر 1 لک رو بخون و نصاب نمیرسه. چرا؟ ما گفتیم راجع قولمی است که پولای افغانی و اسعار دیگر کلدار اینا به طلا قیمت شود. نصاب طلا 3.5 لک افغانی می شود. پس مال شما به نصاب نمیرسد، این صورت زکات بالای شما نیست هیچ. و ما موضوع مالیه، در مالیه هم انشالله تخفیف آمده. مالیه هم اقل اندازه برش 5 لک تعیین شده که مال کس از 5 لک کم باشه از اون مالیه نمیگیرد. در حفظ امان الله باشی. برادر گرامی، سوال شما بود که من 6 لک سر مردم دارم و مثلا 6,000 دلار قرض دارم هستم از مردم، زکات بالای من میشانی؟ برادر، تو که پولی که سر مردم داری از او قرض خود منفی کو. مثلا 6 لک افغانی 6,000 دلار منفی کنی، تقریبا 4,20,000 قرض میره و بقیه میمانه برای تو 1,80,000. چون 1,80,000 به نصاب طلا نمیرسه، زکات بالای شما نیست در این صورت. در حفظ امان الله باش. برادر گرامی، سوال شما بود که حافظ تلاوت میکنه شب روز، در رمضان هم ختم میکنه، باز هم یادش میره. این تحت تو حدیث که وعید آمده که قرآن کسی یاد کس برای میای، یعنی بله سب میای، تا آخرین اندازه کوشش خود باید بکنه. خصوصا حافظا باید عمل به قرآن داشته باشه. عمل به قرآن که کد تقوا پیدا شد، قرآن در قلب از اینا جای میگیره. بعض قاری صاحبای ما که هست عمل به قرآن نداره، بلکه از جمله فاسدترین انسانهای جامعه شده. پس قرآن کلام الله هست، این در جای پاک، در محل پاک قرار میگیره. وقتی که انسان مرتکب معاصی گناه ها شود، مخالفت از احکام قرآن کریم بکنه، قرآن کریم در سینه از او قرار نمیگیرد. پس خوب گپی است که حافظا به قرآن عمل بکنه. حفظ قرآن کریم کسی مستحب است، نگاه کردنش باز واجب است. عمل به قرآن کریم فرض است. باید که عمل به قرآن داشته باشه. راه علاج شمی است فقط. در حفظ امان الله باشی. برادر گرامی، سوال شما این بود که کسانی که سال نو تبریک میگه به یکی دیگه، این جایز نیست برادر، درست نیست. سال نو هیچ، اگر ما سال نو تبریکی باشه خب اول سال قمری است. چرا؟ احکام دین ما کلش سر سال قمری استاد است. مسائل روزه و عید ما و اجاره ما و تمام مسائل ما سر سال قمری استاد است، نه سر سال شمسی. در حفظ امان الله باشی. برادر گرامی، سوال شما این بود که در ماه رمضان شیاطین بسته می باشه، همین وسوسه که مندازه، این رکی مندازه چه قسم است؟ برادر، از این دو جواب براتان ذکر میکنیم. بجا جوابا گفته علما، خب عام فهم دو جواب براتان ما ذکر میکنیم. اولی که در حدیث شریف آمده که سرکرده و کلانای شیاطین بسته می باشه، یعنی کلش بسته نمی باشه، کل شیاطین. دوم، این از دوم جواب برادر که نفس اماره عادت گرفته به می گناه ها، به می وسایس، به می چیزا. یک دشمن ما تنها شیطان نیست، نفس سرکشی هم دشمن ماست. این دوز داخلی است برادر. تا که دوز داخلی زمینه را مساعد نکنه، دوز خارجی که شیطان از هیچ گاه صحرا در وجود ما مداخله کرده نمیتونه. همیش دوز داخلی زمینه را برای دوز خارجی مساعد میکنه. پس نفس انسان باید زیاد کنترل بکنه. این کلش خاطرات نفس اماره است. باید نفس خود انسان کنترل بکنه، از شر از این نجات پیدا میکنه. و دعا، کدام دعاهای صبح و شام که آمده، از کار صبح و شام امور بخوانه برادر، از این چیزا به امن پیدا میکنه. دعاهایی که بعد از نمازهای فرض کدام از کاری که سوره بخوانه، همه ایره در گروپ شریک میکنم به برایتان که از کار صبح و بیگاره انسان بخواند و توسط زمین امی وسایس انسان تشویشایش کم می شود و بسیار تکالیف توسط زی دور می شود. و سحر و جادو و این چیزا که احتمالاتش باشه، این هم امی از کار صبح و بیگاره که انسان بخوانه و هم دور می شود. در حفظ امان الله باشید.